نکته دیگه که باید توی پیش‌خرید بهش توجه کنید میزان تخلفات ملکه. یک پروانه تخریب نوسازی از طرف شهرداری صادر میشه که این پروانه بر اساس یه سری نقشه هایی که به تایید شهرداری رسیده صادر میشه. اگر یه پروژه ساختمانی تخلفاتش که انجام شده خیلی زیاد و قابل توجه باشه، ممکنه این پروژه در زمان گرفتن پایان کار به مشکل بخوره، به خاطر اینکه ممکنه حجم تخلفات زیاد باشه، جریمه خیلی سنگینی برای اون ملک در نظر گرفته بشه و یا حتی ممکنه کمیسیون ماده 100 یه جاهای دستور تخریب ملک رو بده و همینا باعث میشه پروژه طولانی بشه. بنابراین با استفاده و همکاری یک کارشناس خبره در واقع حوزه شهرسازی بررسی کنید ببینید چقدر پروژه نسبت به اون نقشه هایی که شهرداری تایید کرده تخلف و خلاف داره و نسبت این خلاف ها چیه. این خلاف ها آیا خلاف هاییه که میشه با جریمه مثلا حل بشه یا نه خیلی جاها ممکنه شهرداری دستور تخریب بده. اینا نکاتیه که اگه بهش دقت کنید خیلی میتونه خیال شما رو راحت کنه و اطمینان خاطر بده که این پروژه میتونه در موعد مقرر تموم بشه، به نتیجه برسه.